درود به همگی برابرش. محمد الیون هستم و امیدوارم هر جا هستید پر از انرژی مثبت باشید. والا آقا این انرژی مثبت ها خیلی دارن زیاد میشن. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر ویو بگیره ویدیو قبلی و همین دیگه آقا خیلی خفن. می‌خوایم جلو بریم و این کالا چی آوردیم واسهتون. یه انیمیشن ساز داخل یوتیوب تازگی شروع فعالیت کرده و خیلی هم کاراش خفنه و کارش اینه که رست بقیه رو بکشه، بقیه رو دیس میکنه و کارش خیلی خفنه. حالا اسم چنل ایناش توی تصویر میاد و حالا آقا همین دیگه بدون معطلی بریم ببینیم. ولی قبلش اینستامو فالو کنم این آقا بریم واسه ویدیو. والا حاجی از همین الان شروع نشده مشخصه که این حاجی این گوریل ساختی از احسان گوریل ساخته. سلام از لباس زرد و کلاه زردش بیشتر. خوش اومدید. من متیو هستم، میزبان شما در این برنامه و مهمون امروز ما دوست خوب من احسان میرزاده که اتفاقا خیلی خوشحاله که اینجاست. مگه نه احسان؟ من چه دوستی با تو دارم؟ من فقط به خاطر پول اومدم. بابا قرار شد اینو نگی دیگه، باید میگفتی رفیقم و اینا. بابا حاجی احسان چرا رو زمین نشسته؟ عجب رو زمین نشوندتش. خدا شما گرفتی. آها راست میگی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. احسان من خودم از طرفداراتم. ولاگ عمو حسن رو 3 بار تا حالا دیدم. دیدی اونجا که میریم املت میخوریم؟ نه فقط عمو حسن رو دیدم. جایی که تو هستی رو میزنم جلو. وقتایی که تو جلو دوربینه مثل لودینگ بازی‌ها که سالت آوره. خب سوال اول تو از حاجی منظورش فکر کنم اون لحظه‌ایه که بیشتر مثلا احسان از دور آروم شروع میکنه میاد. هیچ کدوم. تو از جفتمون رفتی بالا. میشینی تو یوتیوبت به خز و خیلای این خودش هم دیس میکنه. دست خودزنی پیدا نکردی؟ خب من دوران دانشجویی 2 سال تو خوابگاه زندگی کردی، الان 7 ساله که داری ازش خاطره میگی پول در میاری. خب اولا که خاطره است، دوما که وقتی ترم 6 بودی مجید سمیعی توی دانشگاه ثبت نام کرد، الان ترم 8 مجید سمیعی به نام پروفسور سمیعی میشناسن. چرا چرت و پرت میگی؟ میدونی اگه لباس زردتو دراری دیگه کسی نمیشناستت؟ خود زرد بهم میاد. پربازدیدترین ویدیو چنلت ثابت میکنه که مردم املت خوردن عمو حسن رو به فشار خوردن احسان میرزا ترجیح میدن. خب اون عمو حسن وای حاجی چه بد دیس میکنه. صبح از خواب بیدار میشی چند این حکم فدایی و توی انیمیشن سازی داره، بد جور دیس میکنه. دست خوش میکنی تیشرت زردتو میپوشی، دوربینتو روشن میکنی و به کامنت دستش خودت تو دیوار دیجیتال گذاشتی ریاکت میدی. چیزی هر زندگی جا ننداختم که. نه همش همین بود. اولین بار کی فهمیدی استعداد تولید محتوا داری؟ پشت چراغ قرمز تو ترافیک یا وقتی انگوش کوچیکت خورد به پایه مبل؟ الان منظورت اینه که تنها استعداد من فشار خوردنه؟ مگه کار دیگه ای هم میکنی؟ بابا من یه عالمه ولاگای خفن دارم. تو ولاگا چیکار میکنی؟ تو فضای آزاد فشار میخورم. شنیدم تو کار خیرم هستی. آره کدومشو میگی؟ اینکه روزی یه وعده غذا کمتر میخوری به بقیه هم چیزی برسه. بی‌ناموس در گربا عجب. یه دستیار داری به اسم مسعود. آره. از کجا پیداش کردی؟ پشت کنتور برق. مسعود دقیقاً چیکار میکنه؟ ادیت میزنه، متن مینویسه، ظرفا رو میشوره، نون میگیره، خیار برقی درست میکنه. چیه مسعود جیویه؟ یه زمانی مردم با بابا برقی صدا و سیما از خطرات برق مطلع میشدن، الان با میوه برقی احسان میرزاد. آقا به محتوای فاخر من توهین نکن. محتوای فاخر چیه؟ تو هر بار ویدیو میگیری 3 روز برق گرگان میره. اون تقصیر اداره برقه. تو میوه میزنی به برق. پس تقصیر اداره میوه و تره باره. اینقدر که تو از میوه برقی پول در آوردی این دابل ویدیو آخر رو بعد شد. خب چه کار کنم؟ ریاکت برم؟ مگه نمیری؟ من دیگه حرفی ندارم. بلاگر، یوتیوبر، رپر، استندآپ کمدین و استریمر هستی. فقط جاکشی نکردی نه؟ کردم. واقعا؟ آره جاکشی عمتو. سلام به قسمت هفتم از فصل دوم برنامه ماتریکس شو خوش اومدین. من متیو هستم، میزبان شما در این برنامه و مهمان این قسمت ما آیسان اسلامی. آی سایل از خاموش نشه صفحه. حاجی این صورتیه روی میز فقط نمیشه من اسم میبرم. دمبل اون گوشه است، قرص و ویتامین و این چیزا افتاده ریخته زمین. حتی مشروبت که کی نوشته چیه نمیدونم. یه لحظه ببخشید. الو در به در شده آیسان کدوم جنده یا آوردی تو برنامه؟ با کی باشه؟ چیزی نیست با تو عزیزم، سوء تفاهم شده. آیسان پسره، من بعدم بهت زنگ میزنم. وای خب وای اینو راست میگه. منم اول دفعه میگفتن آیسان فکر میکردم این اسم دختره. وای
اینجا صبح بلند میشی ورزش میکنی، سیگار نمیکشی، مشروب مصرف نمیکنی، غذای گیاهی میخوری، به چند نفر بیادبی میکنی و روزتو کلا اینجوری میگذرونی. سبک زندگی تو از کی کپی کردی؟ گوریل؟ جانم سبک زندگی گوریل باشه. شغل چیه؟ خرید و فروش خونه باشه. آیسی راحت باشین، برنامه جایی پخش نمیشه. خرید و فروش خونه با اعضای خانواده داخلش باشه. آرش یا همون حاجی که همیشه پیشته دقیقاً اعضای منظورش قاچاق انسان ها بود. عجب چه چیزایی میزنه. اینو حقیقتا خودم هم نمیزونم میدونی. یه لیزر و دوربین داری که باهاش مردم رو دید میزنی. آره جان واسه کوی دوربر باشه. کجا چی عجب چیز برنامه رو تعطیل کنیم. تعطیلی برنامه باشه. چرا چی شده؟ از بالا زنگ زدن گفتن ترند آیسان چقدر بازو میگیره. نمیصرفه براش برنامه بسازیم، جمعش کنیم. آره خب آیسان جان متاسفانه باید خداحافظی کنیم، وقت برنامه‌مون تمومه. آیسیاقا باشه، ترند اینستاگرام باشه. عزیزم پاشو دیگه، وقت تمومه. پسر شاه باشه، وقتش تموم باشه. چی میگی؟ پاشو برو بیرون. فرنگ مازندران باشه، معمولی قهرمان باشه. حاجی دود کرد. ناله کنکون کرد باشه. کن کرد. وای پوکی. برنامه منظورش اینه کاراش یه نواخته مثل ربات انجام میده، همچین چیز دیگه درست بگم. خوش اومدین، من متیو هستم. شما در این برنامه و پوری حاجی ببین الان این هست عینک میزنه رو به پشتش، میگه من 2 تا چشم عقب دارم 2 تا چشم جلوی، همچین چیزی میگه. این همونه. بعد اون کفتر یا کریمشه دستش، بعد چرا باسنش معلومه. عجب. من این قسمت ما دکتر رفا پوریا بشری. پوریا گاتپوری. بادپولی؟ با ما پوریا. با پوریای ولی نسبتی داری؟ چرا کفتر رو فشار میدی؟ این الان فشاری شده. یه جا خوندم که قرار از راه خداحافظی کنی و کلا ناپدید بشی. خونش رو باش خارون. گفتی تنها کسایی که منو زدن پشهان، اونم چون پوری خوشگوشته. عمر تایید میکنم. وای خب چرا ماشین زدت؟ امان از راننده کوستا. این واقعیه که با کفتر رابطه جنسی داری؟ شاید. مگه نکامره. مخاطب دیسترک جمعه افغانیا بودن؟ نه هیپوپانوژیس بود. اون کی افغانیه؟ ای بابا ت یعنی چی؟ سر توزیع تریاک با تیور پوری تا تای تهران. ورزشکار بودی؟ نه. پس این چیه؟ می اومده خونه بغلیا صدا گوگوش، تنها تو خیابونا هنسفری تو گوش، خونه برامون رفته که بپوش رو پوش. الان تو خونه بغلیا میاد صدا من، پوری یه دونه بداره ولی ستارم، بدون تیم محاله بگیره کارم، بیام بخورنشونایی که میخوام بگانم. داستانی نداری با رپری که پیده نفله کف کارگان منظورشه؟ این چیه مادر؟ حاجی دام درست قسمت اول از فصل دوم برنامه ماتریکس شو خوش اومدین. من متیو هستم، میزبان شما در این برنامه و مهمان این قسمت ما الهه جنگ یونان باستان کیریتوس. خوش اومدی کیری. خب از بین 1 تا 100 چند تا لغت بلدی؟ 10 تا 15 تا؟ یکی بای یکی ولش کن از خانوادت بگو برام. حاجی منظورش پس بچه‌شون که صداش میزنن. جهان بودم. پدر و مادرم خدا بودن. خدایی؟ آره خب منم یه خدام. یعنی حاجی این راست میگه. چرا چون مثلا منظورش مذهبی اینه، چرا چون هم خودش خدا بودن پدر مادرش خدا بودن، پس مذهبی حساب میشه. نه ما گاد هستیم. واسه ببینم تو با گادپوری نسبتی داری؟ چی؟ ولش کن ازش بگذریم. اینجا نوشته که تو خداهای زیادی رو کشتی. مسیح کار تو بود؟ نه این یه شایعه است که یهودی‌ها درست کردن. موقع بلند کردن چیز سنگین به عنوان یه خدا میگی یا خودم؟ نه میگم یا علی مدا. سال 2018 بازی سال شد، درسته؟ آره. خوردن حق آرتور مورگان چه حسی داشت؟ سوال بعد. به تازگی بچه دار شدی، تبریک میگم. اسم بچه چیه؟ بای. نه اسمش، چیزی که صداش میکنین. بای. چیزی که ما صداش میکنیم. بای. قبول داری برای موفقیت از بزرگای تاریخ تقلید کردی؟ نه هیچ وقت. وای راست میگه. و این چی بود؟ ایجاب نبادا چکا موقع کارهای خاک برسری وقتی زنت میگه اوه گاد داره تو رو صدا میزنه یا یه خدای دیگه. وای سلام به قسمت 4 از فصل دوم برنامه ماتریکس شو. خوش اومدید. من متیو هستم، میزبان شما در این برنامه و مهمان قسمت ما پدر کاندوم ایران آقای موسویان. سلام. سوالی که خیلی دربارت پرسیده میشه اینه که درآمدت چقدره؟ به تومن؟ نه به دلار. خب درآمد من از واقعا انقدر در میاری؟ 100%. دقیقه ای؟ نه ثانیه‌ای. خب شما هر چیزی وای حاجی دیگه دارید. یادمه یه ولاگ تو ممنتو ازش گذاشته بودن.
رفته بودن مغازه‌اش میگفتن آقا درآمد چقدر؟ میگفت نمیگم چون چش میشم آج این بعد درآمد. خاناکیس درگاهی بخواد چیکار میکنی؟ بله اونم داریم. آدم هم داری؟ 100%. رنگمندی هم دارن؟ بله. مشکی هم داری؟ آره تو بازار سیاه آشنا دارم. آقای موسویان نجات پرستی؟ بله 100%. آقای منظور دارم. بچه هم داری؟ فروشی؟ نه خودت بچه وای داری؟ 100%. بیا این فیلمو با هم ببینیم. خب دی اگه گفتی امروز چه خبره؟ بذار رد بزنم. ولاگ داریم؟ آره. خب الان کجاش جالبه؟ میفهمیم. اومدیم تهران و یه مهمونه خیلی خیلی ویژه داریم. خب آقای موسویان حرف آخرت چیه؟ سلام. خب آقای موسویان الوعده وفا. آقای موسویان کجا رفت؟ الان برمیگرده. وقتی برگشت بگو تنابو یادم رفت ببندم. باشه. کاش این ویدیو واقعی بود ولی نیست. میشه یه بار دیگه بهمون بگی چرا نپریدی؟ آخه من 70% بدنم پلاتینه. ثابت کن. جدیداً موسویان فکتور جای اسکلت حقو رو گرفته. فکتا تو از کجا میاری؟ دارک وب. تا حالا عاشق شدی؟ بله. کی؟ مامانه. حاجی همین دیگه امیدوارم خوش استوارو بستا که داشت. خب آقا همین دیگه امیدوارم خوشتون اومده باشه و همین دیگه آقا لایک کن، ساب کن، کامنت چینی عربی فارسی که لایک و سابت نریزه و هر چی نظر دارید بگید ولی به نظر من بد جور روز کشید. حاجی همین دیگه تا ویدیوی بعدی فعلا پیس. حال